سلیمان العلوان. ثانیا شیخ سلیمان العلوان یکی از مناظرین تکفیری هاست در سعودی، الان هم زندان است، شاید هم فوت کرده باشه. یکی از مفتیا و تکفیری های معروف است. فکر تکفیری ایشان معروف است در بین عرب و عجم. من انت كيف اقتحمت الارض قاطبة حتى سرى منك رعب في نواحيها أما خشيت القوى الكبرى وما مالكت من العتاد وما ضمت صياصيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم اهل توحید، بارک الله فیکم. خیلی که همه من و شما میدانیم اهل بدعت وقتی که حجت به عقیده باطلشون ندارند، وقتی که دلیل ندارند، وقتی که در مناظره ها شکست میخورند، یگانه کاری که میکنند این دروغ گفتن است، طعنه زدن است به علمای اهل سنت و به طالب العلمان اهل سنت و الجماعت است. و این صفت اهل بدعت در زمان سلف هم بود. در زمان سلف احمد ابن حنبل را خوارج گفتند، در زمان ابن تیمیه را، و در زمان ابن القیم الجوزی را خوارج گفتند. سبحان الله. خیلی که ابن القیم الجوزی میگن من لی بمثل خوارج قد کفروا بالذنب تأویلا بلا عصیان ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان و غیره. و این چنین محمد ابن عبدالوهاب و دیگرها را طعنه زدند. اهل بدعت وقتی که شکست میخورند طعنه میزنند، تهمت میکنند. امروز هم عیناً همین عمل دوباره تکرار میشود. امروز اهل بدعت بخصوص آزیری های خبیث، آزیری های شکست خورده، دنبوریده، شرمنده شده ها، همین طعنه ها را به یک طالب علم اهل سنت و الجماعت بنده به من همین کار را انجام میدهند. یک سال دو سال قبل این آزیری های شرمنده از الله شرم نکرده، فکر نکردند که روز قیامت چگونه به الله روبرو میشوند و چگونه جواب میدهند. از الله نترسیدند و منتج کردند که گویا که من امام های را تکفیر کرده باشم، یعنی سخنی های مرا بریده همین چیز را ساختند. البته الله خوارشون کرد، الله شرمنده شون کرد. این دنبوریده ها را کی بودن و کی شدنشون را الله به همه آشکار کرد که این دروغ بوده است، اینها دروغگو هستند، اینها کذاب هستند. ما براءت کردیم از این عقیده باطل که ما امام های سلف را هیچ کس را تکفیر نکردیم و نمیکنیم. اعوذ بالله، ما خاک پای اونها هستیم. امام های سلف برای ما قدوه هستند، پیشوای ما هستند، رحمهم الله میگویم. پس خودی آزری ها شرمنده شدند، که بجای حجت آوردند طعنه زدند. انا امروز هم به من یک برادر خبر دادند که 2-3 روز شده است که 4-5 آزری ها برآمدند و در حق ما تهمت میزنند، گویا که ابو محمد مدنی شیخ سلیمان العلوان را آزری گفت، شیخ سلیمان العلوان را تکفیر کرد. اعوذ بالله من ذلك. این تهمت است. سبحانك هذا بهتان عظیم. این بهتان بزرگ است، این تهمت است. وقتی که آزری ها شکست خوردند، شرمنده شدند، گمراهیشان را آشکار کردیم، برادران مشرک بودنشان را آشکار کردیم، حمایت کنندگان و ادوکت بودن مشرکین، ادوکت بر مشرکین بودنشان را، این ادوکت های مشرک را اثبات کردیم که آزری ها خوار و ذلیل هستند، الله خوارشان بکند. چیکار بکنند؟ دلیل از قرآن آورده نتوانند، دلیل از سنت آورده نمیتوانند، یک عالم را آورده نمیتوانند. گفتند که ابو محمد مدنی سلیمان العلوان را تکفیر کرد. عقیده ما درباره سلیمان العلوان چی است؟ ما میگیم که سلیمان العلوان علامه اهل سنت و الجماعه، شیخ الاسلام حفظه الله و رعاه و فک اسره، الله از این ترمه ها و از این زندان های ظالمین و طاغوت ها نجاتشان بدهد. شیخ الاسلام هستند.
بله در مسئله عذر بالجهل در اولی طالب علمیشون یک دو جمله های گفتند، اما بعد از این که به یک درجه علم و مکانت رسیدند، البته که آشکار و واضح در مسئله عذر بالجهل صحبت کردند، صحبتشون وجود دارد، شاهدها وجود دارد. شیخ سلیمان العلوان میگن که جهل در شرک اکبر عذر نیست. همه جاهلی که به شرک اکبر کفر اکبر واقع میشن مشرک هستند. ما شیخ الاسلام سلیمان العلوان را عذری نمیگوییم. کسی که عذری میگوید او یک جاهل است، زیرا که شیخ الاسلام را یعنی سلیمان العلوان را حالا نشناخته است. سلیمان العلوان جهل را عذر نیست میگوید. کسی که جهل را عذر از نام سلیمان العلوان میگوید این نفهمیده است و یا سخنهای اوله که کمی به همین مانند است همین را گرفته است. بلکه ما از سلیمان العلوان علم گرفتیم و آموختیم و یکی از شیخای خودمون میدونیم. از همین جد این یک تهمت است و یک بهتان است. این عذری ها کارشون همین تهمت و بهتان است. الله خارشون بکند. تهمت کننده ها، منتج سازنده ها را الله خارشون بکند. اخزاهم الله. انشاءالله در روز قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی روبرو میشیم و ما هرگز تهمت کننده ها را نمی بخشیم تا زمانی که توبه نکند. انا همین است مراجعت من به شما برادران و خواهران عزیز که از فریب و نیرنگ و دسیسه و مکر و شبهات ساخته و بافته دروغ این خوبسای عذری هایی که از الله نمی ترسند احتیاط باشید. بارک الله فیکم.